دیگه واقعا توی این قرعه کشی هیچ شایبه وجود نداره ابدا، چون اصلا الیاس نمیدونه که تو چه الیاس میدونی اومدی کجا؟ مشهد. کجا؟ مشهد. مشهد؟ آره. بله همونطور که میبینید الیاس بله. همونطور که میبینید الیاس فهمون اومده مشهد. با چی اومدی؟ با قطار یا با هواپیما؟ گفتی با پا؟ شوخی هم میکنی یعنی جدی کاملا؟ بله عجیب ترین قرعه کشی تاریخ ما داشتیم.